هر کس بتونه به این معماها پاسخ بده برد کرده. معمای اول ما قویم راجع به قاتلای معده صحبت کنیم دیگه. بگید دونه دونه. محمد بگو اول یه به نظر چیه قاتل معده است؟ یا می ها چی؟ یخ قاتل معده است. به شدت توی باب بیماری‌های معده خوندیم دیگه. به شدت باعث برودت و سردی معده است و سردی معده عامل ایجاد هلیکوباکتریک میشه، باعث ضعف در هضم میشه، میتونه باعث از بشود که حتی مشکلات قلبی بشه چون عضو مجاوره. تو عضو مجاور گفتیم که معده نزدیک قلبه، پس اثراتش رو بر روی قلب هم میتونه بگذاره. برای همین هم دیدید که گاهی اوقات مشکلات معدی با مشکلات قلبی گاهن اشتباه هم گرفته میشه. دوم، آب ناشتا. اینو خودم گفتم. آب ناشتا. آب الان هی باب شده، میگن صبح ناشتا آب بخورید. بله، یه مقطعی برای درمان بیماری های خشک معدی خوبه، مثلا یه هفته 2 هفته 3 هفته استفاده بکنه مناسب. اما در طولانی مدت باعث ضعف عضلات معده میشه. پس کسانی که میگن برای پاکسازی صبح ناشتا، به خصوص میگن آب ناشتا به علاوه سرکه. ای وای بر من که چه بلایی بر سر معده میاره این سرکه. اونم به خصوص صبح ناشتا که نمیدونم فلانجا گفته، اینجوری گفته، اونجوری گفته، استفاده میکنن و به سلسله اعصاب معدی، عصب فم المعده و به عضلات معده قطعا این آسیب میزنه. و حالا تو کتب میگن استرخاء معده. عضلات معده چی میشن؟ شل میشن، در هضم اختلال رخ میده. یه آی دیگه هم صبح داریم. کی میتونه بگه آی دیگه رو؟ کی میتونه بگه؟ چی؟ آب چی؟ آب جوش. بله آب جوش که الان فراوان باب شده. طب سنتی، من نمیدونم چه طب سنتی بوده، از کدوم کره اومده، گفته که حتما صبح ناشتا آب جوش بخورید. کجای کتب طب سنتی گفته؟ اگر گفتن حکما موقتی گفتن، رفرنس بده کتاب خلاصة الحکمه مرحوم عقیلی خراسانی. بچه‌ها تو اون کتاب چی میفهمن؟ ایشون میفرمایند مصرف آب زیاد ناشتا، یا آب زیاد به طور کلی بیش از حد، یا آب جوش ناشتا از اسباب بیماری‌های کبدی و قلبی است. بله، آب جوش ناشتا هم پس توصیه نمیشه. شاید موقتاً یه پزشک نسخه بده به مریضش. شما صبح ناشتا به جهت مثلا بلغم رقیقی که در معدت وجود داره، مثلا صبح ناشتا 2 هفته چایی بخور، یا آب جوش ناشتا بخور، یا ماء العسل بخور، آب و عسل بخور. اما اینی که آب و عسل صبح ناشتا داغ کنه بخوره و نمیدونم اینجور چیزا بخوره، در دراز مدت آسیب رسانه. گفتیم عسل زیاد از اسباب چیه؟ خشکیه کبد و معده. خب بعدی چیه؟ فرهزاده. بعدی چیه که قاتل معده است، که الان ایرانی هم خیلی دارن استفاده میکنن. و فرهنگ چی است؟ هندی است. چرا من اصفهانی گفتم؟ چی؟ فلفل. احسن. فلفل یکی از اسباب ضعف معده است. اشتها رو زیاد میکنه. کسی که اشتهاش کمه یه مدتی بهش فلفل بدید بخوره. اما زیاده روی در مصرف فلفل میتونه باعث خشکی معده و اسقاط شهوت طعام میگن. یعنی چی؟ یعنی کلا میل به غذاش هم آرام آرام از بین میره، چون خشکی معده رو زیاد میکنه و باعث بالا رفتن حرارت بیش از حد معده میتونه بشه. بعدی چیه که فاجعه است داره اتفاق میفته؟ اینو خودم بگم. وای 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 وای. میوه بعد غذا انقدر خطرناکه که در کتب اومده اگر کسی این کارو کرد بعد غذا
بگید سریعا بره قی بکنه، استفراغ بکنه، چون خلط بد تولید میکنه، باعث مشکلات کبدیه، باعث مشکلات مفصلیه، باعث غلظت خونه، باعث ایجاد عفونت و بیماری‌های عفونی و آره میوه بعد غذا. بعدی چیه ش داره با میوه که الان تو آب میوه فروشی آره شیر با میوه. من نمیدونم الان فکر کنم با این روندی که آب میوه فروشی‌های کشور دارن زحمت میکشن پیش میبرن، بچه‌ها ما تا سال آینده مثلا شیر کباب هم داریم، چون همه چی دیگه اومده. شیر هندونه، شیر توت فرنگی، شیر طالبی، شیر نمیدونم شیر سیب، شیر فلان. بعد دیگه یواش یواش دیگه میبینن خب میوه ها تموم شد، خب بریم سراغ کباب، مثلا شیر کباب، شیر شیشلیک، اینجوری چیزا. به شدت ترکیب شدن شیر با میوه خطرناکه، باعث ایجاد خلط غیر منحزم میشه، خلطی که هضم کافی نداشته، باعث ایجاد کبد چربه و بیماری‌های متعدد دیگه. شیر با دانه ها ترکیب میشه اشکالی نداره، مثلا شیر کنجد، شیر خرما، اینا اشکالی نداره. اما اینی که با انواع میوه ها الان دارن سروش میکنن کار بسیار اشتباهیه. شیرموز، گفتن شیرموز اشکال نداره، شیرموز جزو مقویات، میتونید ازش استفاده کنید. شیر خرما جزو مقویات، مثلا میل جنسیشون کمه، سرد مزاج هم هستن و اینا، شیر خرما استفاده کنن. یه ترکیب که قبلا هم گفتم دیگه، ترکیب شیر، پودر نارگیل، پودر کنجد مقشر، کنجد بدون پوست، پودر پسته و شکر بسیار بسیار در ضعف نوز، افزایش میل جنسی، خونسازی، افزایش قوای عمومی بدن بسیار عالیه و موثره.